اومدیم با معرفی انواع کارگاه ها. اولین کارگاهی که میخوام بهتون معرفی کنم کارگاه چوبی هستش. خب من هر کارگاهی که به شما معرفی میکنم اینو بدونین سایزهای بسیار مختلفی داره. اگر من این دوتا رو دارم، خب این دوتا بیشتر سایزی بوده که به من بازدهی داده و کاربرد بهتری هم داشته. خب این کارگاه چوبیه، جنسش تقریبا از چوبه. البته من پلاستیکیش هم دیدم ولی چوبش خیلی بهتره، انعطاف پذیری بهتری داره و در این حال راحت ترم با این پیچ. ببینید هم باز میشه هم بسته، قشنگ. خب کارگاهی بعدی که میخوام بهتون بگم و یه کارگاهی که خیلی من از این راضی هستم، این کارگاه ترکه. با فشار دادن این ببینید این از توش در میاد. خب پارچه رو که میذاریم به راحتی اینو دوباره سر جای خودش قرار میدیم. ایستاییش خیلی خوبه برای پارچه ها، فوق العاده است. یعنی پارچه اصلا تکون نمیخوره توی اینها. ولی توی اینها چرا؟ هی ما میخواد پارچه رو از پشت بکشیم تا این سطح صاف بشه، ولی این سطح صافی به ما میده. حتی اگر یک گوشش رو قیچی کنیم بقیه پارچه دیگه، قسمت دیگهش صافه. کارگاه دیگه که منو جذب خودش کرد این کارگاست. کیفیت خیلی بالایی نداره ولی چیزی که به درد من خورد واسه کارهای چارگوشه، مخصوصا واسه دیزاین کردن. اپلیکا آماده شده و ما حالا یه جایی میخوایم به عنوان یه چیز جای مربع مستطیل، میتونه یه زمینه از یه رومیزی به ما بده یا یه گوشه از یه کت و پالتویی به ما بده. برای همین من خوشم اومد. میشه روی این اول تست کرد و روی کار نهایی اجرا کرد. با این پیچ راحت باز و بسته میشه و در دل هم قرار میگیره. کارگاه بعدی که میخوام معرفتون بکنم این بیشتر جنبه تزئینی داره. ببینید خب اگر اینجا داری میبینید من اینو به عنوان یه قاب دارم ازش استفاده میکنم. این یه کارگاهی که من به عنوان یه قاب ازش استفاده میکنم. دور تا دورش رو چسب زدم که این پارچه ها و اضافات پارچه بیرون از این کارگاه من نزنه. یه جایی رو داره واسه آویزون کردن. حالا میخواد این یه تابلو خوشگل باشه برای توی اتاق خوابتون، توی پذیرایی، توی محل کارتون، که یه نمونه کار خیلی خوشگل و زیبا رو میشه در دلش قرار داد و ازش استفاده کرد. میایم برای معرفی منجوق ها. منجوق ها از نظر جنس با هم متفاوتن، از نظر سایز بندی هم با هم دیگه فرق دارن. منجوق ها شیشه ای داریم، ببینین اینا رنگ شیشه ای هن. من بیشتر این رنگ ها رو این دوتا استفاده میکنم. اینها با هم سایز هاشون متفاوته، اینها درشترن و این ریزتره. جنس همون جنسه ببینید ولی با هم متفاوتن. بستگی به جایی که میخوام کار بکنم و اجرا بکنم سایز بندی ها رو انتخاب میکنم و روی کار میشینم. از نظر جنسی که میگم متفاوتن، منظورم بر اینه که خب این دوتایی که مشاهده کردین یه جنس شیشه ای دارن، ولی اگه اینو نگاه بکنین این دیگه جنس شیشه ای نداره، هیچ رنگی رو به خودش نمیگیره. ببینید همین رنگ خودشه که ببینید، آره همین. خب ما منجوق دیگه هم که داریم منجوق 7 رنگه. 7 رنگ های رنگهاش خیلی متفاوت و متنوع زیادی داره، تنوع زیادی داره. ببینید 7 رنگ قرمزه، تون قرمزه. من الان روی زمینه سرمه‌ای انداختم. حالا من الان که اینجا پشت دوربین نگاه میکنم و بدون واسطه دارم نگاه میکنم، الان تون آبیشو بیشتر غالب داره میکنه. درستم قرمزی رو داره ها، ولی تا قبل از اینکه رو زمینه روشن باشه قرمزش چیزتره، پررنگتره و برجسته تره، ولی الان تون آبی هم به خودش گرفته. 7 رنگ ها رو بازتاب نور دارن. من توی کارهای خیلی قشنگ و جالبی تونستم ازشون در بیارم و اجرا بکنم و اینکه خب میشه یه بازی رنگ خیلی جذاب درست کرد برای کارهاتون. معرفی مورب ها رو داریم. مورب ها مانند مادام ها، منجوق ها به همون کیفیت و به همون جنس هستن. مورب به این صورته، قوری برش خورده،
و خب جالبه توی کارها خیلی ازش استفاده میکنم و به خاطر بزرگ بودن نسبت به مادام ها و منجوق ها بسیار بسیار راحت تر پر میشه، هزینه ها کمتر میشه به واسطه این حجم خود مورب. ببینید اوری برش خورده، ببینید بهش میگن مورب. پرکاربردترین رنگ هایی که من بخوام معرفی بکنم همین رنگ شیشه‌ای بهش هست و رنگ نقره‌ای هستش. ببینید رنگ شیشه اساسا کلا در کنار هم به نقره‌ای تبدیل میشن. چون هر رنگ زمینی که من بخوام باسا به همون رنگ رو به من میدن. ولی ببینید این رنگ ها باید حتما زمینه سازگاری داشته باشه با این رنگ تا من بتونم یه طرح و نقش قشنگی رو بخوام ارائه بدم. مرواریدها، اگر بخوام یه کار بسیار بسیار رویایی داشته باشیم و به کارمون جان ببخشیم، از نظر من بهتره که از مرواریدها استفاده کنیم، چون مرواریدها از دل طبیعت میاد. مخصوصا کارهای که برای عروس انجام میدیم، مروارید بهترین گزینه است که بتونیم به کارهامون یک کار رویایی و زنده بخوایم اجرا بکنیم. مرواریدها دو نوع داریم: مرواریدهای سنگی که اینا همشون مرواریدهای سنگی هستن. مرواریدهای سنگی بسیار برق دارن، سنگین تر هم هستن و اصلا رنگشون به هیچ عنوان، چه در شستشو چه در برابر وسایل تیز یا ناخن، به هیچ عنوان رنگشون نمیره. من پیشنهادم اینه که برای انجام تمامی کارها بهتره که از بهترین متریال استفاده بشه. وقتی این همه در کنار هم قرار میگیره، خب یک کار بسیار بسیار پرشکوه و پرجلا به ما میده. رنگ بندیشون بسیار بالاست، کیفیت ها متفاوته و اینکه میگم متفاوته سن که ما یه مدل مروارید داریم، نگاه کنید من اصلا دوستشون ندارم. این مروارید های پلاستیکی هستن و روشون رنگ میخوره. اینها بر اثر وسایل تیز رنگشون میره، شستشو رنگشون میره، بسیار بسیار سبکتر هستن، رنگشون کدرتره و ماتره. ببینید کدرتر و ماتره نسبت به مرواریدهای سنگی. من اینا رو قرار میدم اینجا که مشاهده بکنید. گفتم تنوع رنگی بسیار بالاست. مثلا من یه طیف نسکافه‌ای برای یک کار میخواستم بدوزم. ببینید چه طیف نسکافه‌ای به من داده، چه همه که من بخوام یک کاری رو اجرا بکنم. یا این مروارید که ببینید یه حالت شیشه‌ای داره، این مروارید نخ داخلش دیده میشه. در عین حال من با یک مروارید مات در کنارش برای یه سری از کارها اجرا کردم. خب یه کار بسیار جلا شکوه به من داد.